تو که بچه لات نیستی، ادا بچه لاتا رو در میاری. بچه لات که اون جلو نمیشینه. داداش اینا تو خودشون چی دیدن؟ آقا شما تقصیر تو اینا دانلود شدن ها. نه داداش تو لاتی. تو اگه وجود داشتی میمدی این جلو میشستی جواب معلمو میدادی. من نمیدونم شما تو خودتون چی دیدین این مدلی دارین صحبت میکنین. پس تو بیار پایین. اون چیزی که من صبح به صبح تو آینه میدیدم تو میدیدی فرار میکردی دادا. چی گفت؟ بچه کجایی بزن حامد بزن. گویا خورد. معلم تو رو قرآن مهدی امینی با داداشم یه ساعتی دارن دعوا میکنن. و چرا الان نمدی سراغم خانت آباد؟ آخه یه ساعت حامد داشت میزد الان داره میخوره. بریم بابا بریم. آقا ساکت آقا معلم ساکت. این چه خبره اینجا؟ مگه اینجا طویله است؟ آقا طویله ته حیات سمت راسته. خب دانش آموزای عزیز بریم سراغ درس شیرین ادبیات فارسی. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا. آی مهدی تبریزی بگو ببینم اولین شکست عشقی در کی خوردی تو؟ اولین شکست عشقیمو 5 سالگی خوردم. 5 سالگی چطور؟ یه دونه زوزه خریده بودم رنجی. اولش فکر می‌کردم بیتاه، بزرگ شد دیدم زسیه. دهنه ده ببند. گوش دلخ. آیا حامد تبریزی با بالش جمله بساز. دیروز رفته بودیم شکار یه عقاب دیدیم زدیم به بالش. بابا او بالش نمیگم این یکی بالش. آقا دیروز رفته بودیم شکار یه عقاب دیدیم زدیم به اون بالش. آفرین. گرفتاری شدم. ولش کن اصلا اینم ولش کن. با تخت جمله بساز. آقا خیال تخت زدم به بالش. خفه شو دراز. بچه ها صفت یه واژه‌ایه که اسم توصیف میکنن. مثلا میگیم آقای مهدی امینی لوتی میشه صفت، مهدی امینی اسم. صحبت صفت شد. صفت خوب مثل کار خوب میمونه. آقای محمد معماریان آخرین باری که کار خیر انجام دادی کی بود؟ آقا اجازه ما رفتیم فرم اهدای عضو پر کردیم واسه خاطر اینکه ریا نشه اسم آقا بزرگمون رو دادیم. بابا تو چه آدم درستی هستی. گفت ریا. ایوالله. نوکرم آقا. دهنه ده ببند 4 پا. بچه ها معنی آرزو میشه اشتیاق و امید و آرمان. آیا حمید شربتی بگو ببینم تو چه آرزویی داری؟ آقا من دوست دارم بزرگ شدم دکتر بشم پولدار بشم برم تو جردن یه خونه خوب بخرم یه ماشین مازراتی بخرم بعد برم زن بگیرم همه اینا رو به اسم زنم کنم. زنمو دوست دارم. ایوالا دمت گرم. بهادر تو آرزو چیه؟ آقا اجازه من دوست دارم بزرگ شدم زن شربتی بشم. شانس ما رو نگاه کن. دهنه ده ببند مارمولک. اقوامی مقابلی دستشوی بیا برو تعارف نکن. بیا تا کار دست ما ندادی بیا برو. بچه ها در کل واژه خر به معنای ارجمند و بزرگ مثل خرپول، خرشانس، خرگوش، خرچنگ و هر چیزی. یعنی الان از نظر من شما همه دان خرید. آقا اجازه شکسته بندی میفرمایید. چشاتون خر میبینه خریت از خودتونه. اصلا تو کل این کلاس اگه یه دونه خر باشه اونم شمایید. دهنه ده ببند بیهوده. محمد معماریان جمعه صبح برنامه چیه تو؟ آقا اجازه از خواب بلند میشیم دوباره پتو میشیم دوباره میخوابیم. جمعه است که داداش. یعنی خاک تو سرت برای لایف استایلت. همین تربیتی تو چه کار میکنی؟ هیچی آقا پا میشیم میریم دستورتمون رو میشوریم. مکس پاک. ایوالا بعد چه کار میکنی؟ بعدش میرم میشینم سر سفره عصرونه میخورم. بشین سر جات.
سلام اجازه دفتر داری؟ یعنی شما توی کلاس خراب شده تان هیچی ندارین؟ هیچی نداریم معلوم هیچی ما نمیدارم من یه موز بردارم معماریان این شعر بنی آدم برام میخوام میرم اینجا. آقا اجازه، بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. ایوهلا دمت گرم. باقیش هم بگو. بقیه‌اش آقا یادم نمیاد. یعنی چی یادم رفته؟ آقا زیاد گیر نده به من. پدرشون فوت کرده، مادرشون هم مریضه، خرج خواهر برادرشون هم خودش میده، وقت نکرده بخونه. آقا با بنده چه ارتباطی داره که مشکل خانوادگی داره؟ میگم شعر چرا حفظ نکردی؟ آقا یادم اومد، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آقا اجازه آقا، من یه سوالی خیلی ذهنمو درگیر کرده، حالا که حرفش شاعرا شد بپرسم. بفرمایید. آقا چرا عباس قادری یه سال صبر کرد که بیاد بگی که پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، چرا همون سال نگفت؟ راست میگه. چی آقا؟ این چرت و پرتا چیه سر کلاس من میگید؟ آقا نگو، خواهش میکنم این مزخرفات سر کلاس من نگید. این سوالا نپرسید. آقا کی بلده یه ضرب المثل راجع به خبرچینی بگه؟ دیوار موش داره، موشم گوش داره. نترسید آقا، نترسید. یه جمله بود، یه ضرب المثلی بود، همینجوری گفتم. بابا بگو دیگه. ملت از موش میترسه. ادا داشتیم در مورد فیلم بود. آقا اجازه، خوب شد دیوار موش داره. دیوار اگه شیر داشت قافیه‌اش خوب نمیشد. چی میشد؟ مثلا میشد دیوار شیر داره، شیرم بذاریم بگی اخراج بشه. دهنده به من گردن خورده بی تربیت. شیرم کی میدونه اونجا چی کار داره میکنه. معماریان با مادر جمله بساز. آقا اجازه، ما در هاشمی و شاخدار زندگی میکنیم. مادر طول زندگی به خاطر اینکه بچه پای بودیم زیاد سختی کشیدیم. ما در چای شکر میریزیم. ما در تولد کیک میخوریم. نوشه جون یه زن به من بده. دعوت نیستی تو. با مادر که جمله نمیسازن، با مادر زندگی رو باشی شد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگیام لالاییاتو دوست دارم، سادگیاتو دوست دارم. خب بچه‌ها، چو ستم کردی به من، بگو ز من چه دیده ای؟ بگید ببینم معنیش چی میشه. آقا ببینین بین دختر پسر رد و بدل میشه. مثلا دختره به پسر میگه که من بچوسم برای تو بگوزی برای من. نمیشه. بایا یه لحظه بابا، این معنیش این نیست، این ساده است، اینه که یه گوزی زدی که از توس بدتره. چه بعدی میاد. آقا بریم دستشویی؟ آقا بشین سر جات هم 2 دقیقه یه بار بخوام برم دستشویی. آخه سالش یه جوری بود که دستشوییمون گرفت. نه عزیز من، یه بار بشید گفتم نه یعنی نه، نمیذارم برید. بشین سر جات. بچه‌ها بعضی کلمه ها با الف و نون و ها جمع نمیشن، مثل درس که میشه دروس. معماریان تو یه مثال بزن. آقا اجازه، مثل خرس که میشه خروس. آقا مثل فر که میشه فرو. البته این فرو ها. فرو از ساکت بالا. آقا. ما میرسه. یالا ماشاءالله شما میرسه. مهدی تبریزی آرد بخش کن. اجازه آرد. این چیز آخرش. محکم پخشش کردیم، گونیش جر خورد. سر خودت سلامت. بهادر با مینا و تینا جمله بساز برامون. آقا اجازه، دیروز رفتم خونه عمم مینا، فردا میرم خونه عمم تینا که ناراحت نشن. ناراحت نشدی که. دهنت ببند ناشیرین. معماریان با لوبیا جمله بساز. ساکت آقا کوچولو بیا. این چرت و پرتا چیزه میدید طویل من. آقا اصلا با لوبیا و عدس جمله بساز. آقا اجازه، کوچولو بیا. عدس من ناراحتی؟
آقا من شرمنده رو همه دانم. حمید شربتی با هیدر جمله بساز. دیروز رفتم خونه عمتینا هی در زدم هی در زدم. آقا با آقا هیدر میگم جمله بساز. آقا دیروز رفتم خونه عمتینا آقا هی در زدم آقا هی در زدم. آقا هی در نداره. یه زدم دیگه. آخ 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 آخ. حامد تبریزی تو با موش جمله بساز. آقا ما یه همسایه داریم دخترش موش بلنده. چجوری از کجا بیاری اینا رو؟ یعنی توف تو رود بیاد. بهادر توی 2 بیت شعر برام بخوان. چشم آقا. چو ستم. و کجا داری میری؟ من دارم سوال میپرسم. آقا تا بهادر نوید بخواد شعر بخونه زنگ خورده ما چو میریم. ستم عدی به چو ستم عدی به